سلام من گورپگوریام امیر هستم. تو این ویدیو قراره بریم ویلج غارت کنیم. حتما تعجب کردید چرا تنهایی شروع کردم، چند ولی ویدیو ضبط نشده. تا اینجا براتون بگم که یه ویلج نزدیک بیسمون پیدا کردیم و در حال غارت مردیم. ادامه ماجرا رو خودتون ببینید. راستی اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید. ویلجو نمیبینم. خونه دومی، خونه اولی، خونه دومی. برو توش پایین. تخت میخوام فقط. بخواب. آبیدی؟ آره. مدرسه نجات پیدا کردنه. باشه. خونه مهمتر. دست کریپر فرار کردن. اسکلتون جای بدی زندگی میکنم. سفر فورچه رو برداشتی؟ اصلا نمیدونم تو کدوم خونه مهمه. بابا خونه دومی، بابا تو دزرت هست اونجا که هندونه ها رو کندیم. خب خونه بعدیه. دیدم برداشتم. فقط فورچه رو برداشتم. الف فرار چون یه زامبی بیبی زامبی اونجا گیر کرده. شیلد دست بیبی زامبیه بود. بیبی زامبی ها بیبی زامبی رو کردم توی چیز. ویلیجر زامبی شد. همونو برداره. نه تو زنده بمیر. نه تو بمیر. چرا دو تا ویلیجر سالم هم نگرداری فقط دو تا. آره همون کلاد داره. ما کمک دارم میام. البته تحصیلات فقط دارم میام. اینم بکشونی دنبال. نه نکشون. اول بزن رو تختی چیزی. حاجی فکر کن میری خونه میمیری از اینجا میام. حاجی بده من وسایل چی داشتی اصلا؟ اینه یه بلاکه بردم که به چخ هست. برچنو بندم. برچه مثلا دوباره هم بده. ادامه یا غارت. خر زهر مار، خر و پوست، خر و در کردم به صدل خودم آبود نمید آمنی؟ چون من خودم دارم خسته میکنم. پایین 5 تا سبزی بود. اصلا با من دوست شد. اصلا چه صافه بابا. 4 تا از اون چیزا رو بده. این گندم ها آیلم گلم دوباره. آیلم گلم وقتی ترسیدم من دوباره اسمم نگیدم. تو که خوردی باید منو سوار کنی. یه دونه دیگه هم میدم سوار کن. آجه نیایی سمت این یا بزنه تا سود چی. منو سوار نمی کنی. نمیخوام سوارم کن. بکشه نمیخوام. بیا دنبالم بره یه ویلیجی دیگه. چرا؟ بریم غارت کنیم. ویلیج نه دزرت از درش بیا بریم تو. در داره. بیا خیلی مفید بود. میتونی برو اون زدمش. ببین یه دونه بلوکو میکنم. آبتو بذار توش. سطح آبتو بذار.
نره سطل آب تو بذار. سطل آب تو بذار. نه آبم ممکنه فوایدش کنه. کندی؟ یه دونه سعدل دیگه. مال من. هرسارمور هیچی نداشت ماستم. بقیهش آشکاره. غیر اینه که این زیره. ولی میگن احتمال این که اینجا بازم دزرت باشه هست. درش کو؟ من چه میدونم، من فقط اومدم. آها باید بیا بله بزن منم بیام. بدو بیا فقط برو تو ویلیج بخور. همین فقط تو ویلیج بخور. ویلیج کو؟ اینا این پشت است. فقط لوت نکن، فقط بخور. فیدر فالینگ 453 تو امروز خیلی مثلا نمیره توش. خواهیانه باید ببریم، مثلا اینا رو باید ببریم. آره بریم بقیه کارات باید بریم. ولی چیز نداشتن هیچ کدوم. برگردیم ویلیج. واقعا خوب این ویلیج چرت و پرت ها. ببین همین رو ویلیج دیگه هم هست ها. اگه بدونی چند وقت من سوار اسب نشدم. یکیتون به من پا بده دیگه. پا میخوام. چی بهت بده؟ پا. با اون بازی نکن. برسانور برو که هیه رفتیم حالا اینجا. ولی ویلیج هست. یه مش هست بود. بیا گندم داری که؟ گندم نمیخواد بده من. بیا پیره. یه ویلیج دیگه. سرعتش که خیلی صفره. اسبه نه خوردن اینا بزرگ میشه. نه عزیزم مال تو پیره. لوت کنم بگه جایزه. حالا لوت کن. منم این خونهش خیلی گنده است. باجی از اینا تا حالا ندیده بودم. مسجدی چیزیه. این بردا رو میگی؟ امرالد ندید نه یادیده. موقعی که اینا رو بهت ندادم میفهمم برسید ندید بدید بازی در میارم. یه دونه دروازه خرابیه با هم لوتش کنیم. من بغلشم 3 تا امرال پیدا کرده. 5 تا. بیا اینم مال تو. بندار رو اسبه. من گفتم گناه دارم. گناه از این لوتین داشت. شمشیره نمیخواستی؟ این پله بود. لوتین بدوش دیشم شده. نه لوتین داشت. لوتین یه دوه بدار نمیخواد. لینتش کنه. یه از سوار اسب خوشگلی بیا. خیلی اسب خوشگله. اسب بهت میگه زشت. ناراحت شد. رفت. داره میره. داشت کردی دیدیش؟ آره کوفتم. این خیار داره بردار. خودت برده خیار؟ نمیدونم یکی به شما خیار درجایی ایست. یه دونه تمپل دیگه نوانش. بیا چرا چیز میکنی؟ یه سردل بغلت هم. حالا بلوک داری بیایی بالا؟ آره فقط نیومدم.
بریم خونه. آره بریم. فقط فقط اون ویلیج اولیه رو مختصاتشو بگو که دردیم، فقط بره شب میشه. بعد یه کاری میکنید، یکی اون میمرد بره اونجا، من پورتال نیده رو میزنم و برید اونجا با این ببینیم میخوره یا نه. اول بزنم کجا میشه، کجا بزنم پورتالو. مریم من ست کنم درست کنم. اومدی؟ کجایی؟ منم ست کنم. چست بغلش هم خود وسایل میذارم که سبب نشه. دقیقا منم این هیدر فورچه این نوها دسته باشه این باش خیلی باشه سردارا بره باید درست کنم شخص نده. ببین نزدیکی یه جای خونه همونه، فقط بگردید پیدا کنید. بچه ها این قسمت به پایان رسید. امیدوارم که خیلی خیلی خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب حتما یادتون نره. کامنت هم بذارید حتما میخونیم و پیشنهادی دارید به ما بدین. خدا نگهدار.